با ما سیر به دنیا کنید. امروز شروع سری جدید برنامه‌های فناوری از خورشید، صوتی و تصویری. سرچ از تلویزیون خورشید. به نام خدای مهربان و با عرض سلام خدمت تمامی شما دوستان عزیز. امید است کلتان صحتمند و سرحال باشین. من زاهد وحیدی هستم و امروز در برنامه سرچ با شما قسمی که در طول هفته پروموی برنامه ما رو دیدین و اعلان برنامه ما رو دیدین، حتما فهمیدین که ما درباره ورزش صحبت می‌کنیم در برنامه سرچ. و امروز ما با یکی از بهترین کلب‌های شهر کابل اومدیم و یک برنامه را تحت نام سرچ بالای ورزش با شما تهیه کردیم. این برنامه بسیار جالب است و اینکه در این برنامه چی گپ‌هایی میشه با ما در بخش برنامه فراموش نکنید. این هفته در سرچ زاهد سر زده به کلب‌های ورزشی کابل و نظر دارد به اثرات تکنولوژی بالای ورزش و اخبار فناوری. ارسال پیغام از طریق لنزهای چشم میسر خواهد شد. امروزه برخی از مردم از لنزهای چشم به جای عینک استفاده می کنند و ضعف دید چشم را با آنها مرتفع می کنند. برخی نیز از آنها برای تغییر رنگ چشم خود به موارد مرتبط به زیبایی بهره می برند. حال به نظر می رسد که دانشمندان به دنبال استفاده های دیگر از لنزها هستند و قصد دارند از طریق آنها پیغام ارسال کنند یا نقشه راه را به نمایش درآورند. پیش از این نیز محققان توانسته بودند از طریق لنزها چند پکسل از تصویر را نمایش دهند و از آنها به عنوان نمایشگرهای ابتدایی و کم کیفیت استفاده کنند. تصویر نمایش داده شده بر روی آن لنزها کیفیت بسیار پایینی داشت و ابعاد آن نیز محدود بود. اما محققان دانشگاه گنت توانستند نمایشگرهای منحنی شکل LCD تولید کنند که قادر به استفاده از کل فضاهای لنزهای چشم است. این نمایشگرها قرار نیست جای تلویزیون یا صفحه سینما را برای کاربران بگیرند، اما از آنها می توان برای موارد خاص و با عنوان مثال برای نمایش صفحه جاده یا پیغام‌های متنی بهره برد. جلدی اسمیت، یکی از محققان این دانشگاه، اعلام کرده که از این لنزها می توان برای دریافت و ارسال پیغام در مقابل چشم بهره برد. کاربران همچنین می توانند از طریق این لنزها چندین بار در روز رنگ چشم خود را تغییر دهند. اینستاگرام قابلیت مشاهده پروفایل کاربران از طریق مرورگر را فعال نموده و ترجیح می‌دهد افراد برای مشاهده تصاویر به این صفحات رجوع نمایند. در همین راستا قابلیت یکپارچه سازی حساب خود با توییتر را از بین برده و تمام تصاویر اینستاگرام موجود در گالری توییتر کاربران به ناگاه ناپدید شده‌اند. اگر امروز به صفحه توییتر خود مراجعه کرده باشید، احتمالاً متوجه این موضوع شده اید که تمام تصاویر اینستاگرام شما که در گالری توییتر موجود بودند حذف شده‌اند. متأسفانه باید بگوییم که این یک شکل موقت نیست، بلکه این سرویس اشتراک گذاری تصویر قابلیت یکپارچه شدن تصاویر با حساب توییتر را از بین برده است. بنابراین از این پس فقط لینک تصاویر در صفحه توییتر قابل مشاهده خواهد بود و نمیتوان پیشنمایش تصویر را مشاهده نمود. از آنجا که اینستاگرام قبلا اعلام نموده بود که قصد انجام چنین کاری را دارد، این ماجرا خیلی هم دور از ذهن نبود. از طرفی اخیراً پروفایل اینستاگرام کاربران از طریق مرورگر در دسترس قرار گرفته و این کمپانی ترجیح می‌دهد تا کاربران برای مشاهده تصاویر اینستاگرام دوستان خود به صفحه‌ای تحت مرورگر آن رجوع نمایند.